سلام، با ویدیو جدیدتری اومدم خدمت دوستان. تعمیر موتور 8 سیلندر جفت سوپر. همونطور که مشاهده میکنید شستشوی سیلندر انجام شده. گوشاشو داخل سیلندر میخوایم قرار بدیم که گیجینگ پین بستیم برای اینکه گوشا رو از سطح سیلندر، کف سیلندر ساعت کنیم که چقدر بالا هن. و اینم میدنی که بستیم برای سیلندر تا بقیه کاراشو انجام بدم و از مابقی کارم ویدیوشو میگیرم و در کانالمون میذارم که دوستان ببینن. از اینکه ما رو حمایت میکنید و همیاری میکنید ممنونم. حالا ما این همونطور که مشاهده میکنید ساعتش رو انجام دادیم. 800 از کف سیلندر بالاتره. حالا ببینم حدوداً بتونم فیلمشو براتون بذارم. ساعتمون 0 رو نشون میده. اینم همونطور که میبینید 800 از کف سیلندر بالاتره. حالا حدوداً 7 تا 10 صدم استانداردشه. اینم فابریک دست نخورده است. حالا یه کوچولو نشست داره. لوای بوشو ببینی یه سایه های افتاده. یه صدم 2 صدم یه خطای ساعت هم هستش. اینجا 0 مونه. اینجا میاد 800 از کف سیلندر بالاتره. ممنون از اینکه ما رو همیاری میکنید و نگاه میکنید. حالا با بقیه کارش هم فیلمشو میذارم و تو پیجم قرار میدم. ممنون، تشکر.